الله متعال این آیه رو نازل کرد و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة. ای بدبخت ها، شما فکر میکنید که از دست مأمورین، از دست فرشتگان مأمور دوزخ میتونید فرار بکنید؟ شما از دست یک فرشته مرگ نمیتونید فرار بکنید. یک ملک الموتی هست، یک اسرائیلی هست که الله او رو بر جانهای، بر ارواح بنی آدم مسلط کرده. هیچ کسی نمیتونه از اون فرار بکنه. اینما تکونوا یدرککم الموت، هر کجا باشید این اسرائیل میاد. ولو کنتم فی بروج مشیده، هرچند خودتون رو داخل قلعه های مستحکم محصور بکنید، این اسرائیل این دژهای عظیم رو در هم میشکنه و میاد شما رو قبض روح میکنه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. هر کجا باشید این یک فرشته هست میاد سراغتان. چندین انسان در یک روح رو قبض روح میکنه، در یک روز چندین انسان رو قبض روح میکنه. یکی از شمال در آن واحد، یکی از شمال، یکی از جنوب، از مشرق، از مغرب قبض روح میکنه. بعضیا سوال کردن خب چطور این اگه اینجاست در جنوب، چطور میره شمال، در مغرب هست چطور میره مشرق؟ در آن واحد در یک ثانیه قبض روح میکنه. مفسرین نوشته‌اند که طبق بعضی روایات ملک الموت اسرائیل بعضی سربازانی داره در اختیار خودش، اعوانی داره، کمک ها، نیروهای کمکی خودش داره. و در یک حدیثی آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند ان الدنیا بین یدی ملک الموت کالطست بین یدی الانسان یأخذ من حیث شاء. این کل کره خاکی در برابر اسرائیل مانند یک کاسه هست، مانند یک ظرف، یک تشته که جلو انسان گذاشته شده. از هر کجا میتونه غذا برداره، از هر قسمت این کاسه میتونه غذا بگیره واسه خودش. اسرائیل هم همینطور قبض روح میکنه از جای جای دنیا. پس الله متعال این آیه رو نازل کرد که شما نمیتونید از دست یک ملک الموت فرار بکنید. چطور میتونید از جهنم الله بگریزید؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگه میتونید از اکناف و کرانه های این آسمان میتونید بگریزید، فرار کنید، یلا دست به کار بشید، فانفذوا. اما نمیتونید از دست مأمورین دوزخ. آن هم چه مأمورهایی هستند؟ الله میفرماید در یک آیه علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. مأموران دوزخ علیها ملائکة، فرشتگانی، غلاظ تندخو، شداد سخت دل، لا یعصون الله ما امرهم، هیچ نافرمانی از الله نمی کنند. هر دستوری از جانب الله برسه بیچون و چرا اجرا می کنند. یفعلون ما یؤمرون. از دست این فرشتگان چطور میتونید فرار بکنید؟